خب امروز میخوام واسه نهار کوفته درست کنم و مواد اولیه کوفته رو بهتون نشون بدم. لپه پخته است، سبزیش تره و تلخومه، 2 پیاز بزرگ، گوشت چرخ کرده و 1 عدد سینه مرغ با فلفل سیاه و زردچوبه و 1 عدد گالا بلانکا. بعضیا برنج هم میزنن، من ولی برنج نزدم چون سینه مرغ بهش میزنم. بریم که مراحل کار رو با هم انجام بدیم. من همه لپه ها رو، گوشت و مرغ و سبزی ها قشنگ از چرخ گوشت ردش کردم. الان نوبت گوشت چرخ کردمونه. بعد 1 دونه گالا بلانکا میذارم توش. گالا بلانکای مرغ؟ نه گوساله بود. مرغ واسه سوپ خوبه، واسه کوفته نه. ادویه هاش چیه؟ ادویه‌اش خاصی نداره، زردچوبه و فلفل سیاه. الان اینا رو قاطی میکنی تمام؟ عددم تخم مرغ میزنم بهش. دستامو شستم، دستام تمیزه. خدا الان میخوام که اینو قشنگ ورزش میکنم. فردا رفتیم جایی یا مهمونی اومد دیگه معطل نهار نباشیم. واسه نهار کوفته تبریزی میذارم برای بچه ها. دستت درد نکنه. قربونه از الان که هنوز شامو نخوردیم به فکر نهار فرداست. واقعا دستت درد نکنه. فدات بشم. ایشالله شما هم مادر میشین همینطوری به فکر شکم بچه ها. خب از دلم من اینو کاملا با دستم محکم ورز دادم، چند بار این ور اون ور کوبوندم تو این ظرف. الان میخوام بذارم تو یخچال، درشو میذارم 1/2 ساعت دیگه اینجوری بمونه. بعد بریم که آمادش کنیم. خب رسیدیم به بخش نهایی کوفته. خب اینا رو میخوای چیکار کنی؟ این زعفرون گردو و زرشک و پیاز سرخ شده. بعضی تخم مرغ هم میذارم، آلو خشک هم میذارم، ولی من آلو هم خوشمزه میشه. میخوای بیا بذاریم یا نه؟ دیگه هم این زعفرون هم اینجوری میزنم. اندازه هاشو میتونی بزرگم کنی. این فکر کنم خیلی بزرگه. نه بابا، چون همه یه دونه کامله که نمیتونم بخورم. 2 نفر یه دونه میخوام. خب الی جون کوفته ها رو حاضر کردم. پیاز رو سرخ میکنم، رو با آب و جوش و نمک و زردچوبه فلفل رو میریزم. بعدی که جوش اومد کوفته ها رو یکی یکی داخل آب اونم انگار میشه میریزم. آب کوفته دیگه، موادی که زدی برای آب کوفته. آره خیلی هم عالی. خب من پیازامو سرخ کردم، بعد رو بریختم. 2 لیمو عمانی هم انداختم که خیلی خوشمزه میکنه. 1 قاشقم روغن حیوانی ریختم تا اینا یه کمی هم سرخ بشن. آب و جوش رو میریزم. بعد یکی یکی کوفته ها رو. خب آب کوفته ها به جوش اومد. الان یکی یکی کوفته ها رو میریزم.
ببخشیم با یه دست نمیتونم خوب فیلم بگیرم. درشو نمیذارم یکم بدوشم. بعد کوفته های منم حاضر شد. منم مهمونام از راه رسیدن. الان آبشم بکشم. فاطینو بی زحمت تو بگیر. واقعا دست بافته حرف نداره خواهر. انشالله که تن سالم باشه، شما تایی کوفته‌تون پربرکت باشه. من کوفته های تبریز یه چیز دیگه است. فاطی جون بی زحمت اینم میگیر. فاطی کفکی رو بگیر. من برای اینکه آبش لابی تر باشه یه تیکه سنگک انداختم توش. خب مامان مهموناش اومده، کوفته ها آماده، دست درد نکنه. فداتون بشم من. امیدوارم که سال خوبی خوشی داشته باشین. بعد هیچی دیگه. مرسی. لا نعمل جيسون صار زور اسمانه يلا